میخوایم درمانی کنیم، با درونمون ارتباط بگیریم، آگاه بشیم و رها کنیم تا رها بشیم. چشمانمون میبندیم و کاملا خودمون رو رها میکنیم. سعی کنید نشسته باشید، حداقل دراز کشیده نباشید. تو این زمان اتصال به آگاهی و رهاسازی آگاهانه صورت میگیره و بسیار زیباست. 3 نقطه تو بدن داریم که در مواقع حساس بسیار درگیر تنش ها، استرس ها و ناکامی ها میشن. همینطوری که چشممون بسته است و به این ارتباط با درون ادامه میدیم، با نفسهای گرم و عمیق این 3 نقطه رو رها میکنیم. چشم هامون، فکمون و اتصال شونه به گردن. کاملا این 3 نقطه رو رها میکنیم. با هر نفس گرمی که میکشیم، آگاهی که به این 3 نقطه میدیم، اونا رو از فشار تمام تنش ها و استرس ها رها میکنیم. حالا دیگه درگیر موضوعی نیستیم. ارتباط عمیق گرفتیم با درونمون و فقط داریم مشاهده میکنیم. هیچ فکری در مورد هیچ چیزی نمی کنیم. فقط مشاهده گریم. اگر حس می کنید یه کمی تپش قلب دارید، نگران نشید. آگاه باشید به این که شما مشاهده گرید. حتی برای رهایی این 3 عضله کار خاصی نمی کنیم. فقط مشاهده می کنیم و حس می کنیم که رهاشون کردیم. هر احساسی به سراغتون اومد، نگران نشید. شما فقط ناظرید. فقط مشاهده گرید. مثل کسی که داره به یه عکس نگاه میکنه. اگه میبینید اون عکس داره اذیتتون میکنه، برق بزنید. توجه بهش ندید. فقط مشاهده کنید و رد بشید. حس کنید کاملا رهایید. کاملا آزاد و بدون قید و بند و بستگی به جایی، فقط مشاهده گرید. این روند مشاهده گری کمک میکنه که درونمون از تنش و استرس خلاص بشه. چون ما هیچ کاری برای این خلاصی انجام نمیدیم. فقط مشاهده میکنیم. مشاهده میکنیم که تمام اعضای بدنمون رها شدن. آزادن. درگیر هیچ حس بدی نیستن. شما به صورت یک ناظر به این رها شدگی آگاه هستید. تا جایی که دوست دارید این مشاهده‌گری از رهایی رو ادامه بدید. با نفس‌های گرم و عمیق. مهم نیست چقدر طولانی میشه. تا هر جایی که دوست داشتید ادامه بدید. بعد به آرامی با چند نفس عمیق چشماتون رو باز کنید. خیلی آروم از پایین به بالا. اما یادتون باشه
این مشاهده گری و زمانش دست خودتونه. درگیر هیچ محدودیتی نیست.